خب شما تپه‌کونا اینجا چی میخواین؟ ما خدمتگزاران آمون بزرگ هستیم و آمدیم که در کشور شما اقامت کنیم. پس میخواین نون مف و خارین گوز جاف بزنین؟ از این خبرها نیست. حالا این آمون شما سوراخ هم داره، میشه کردش؟ آمون خدای بزرگ مصر هست و ما همه باید به او تعظیم کنیم و او را بپرستیم. کاس نگو کله کیری. اون کونی که تو داری ازش قرکی برمیداری و من 100 بار قبلا کردمش. برای این که بذارم شما اینجا بمونین باید قبلش گزینش بشین. قبول است، بپرسید. خب اون چیه که مردا در میارن زنا میخورنش؟ این که معلوم است، لقمه نان حلال. تقصیر تو نیست، تقصیر خیکته که نذاشته 50 سال چکته ببینی. اونی که مردا در میارن زنا میخورنش کیره کاسخوار. رنگ مورد علاقه شما چیه؟ مشکی رنگ عشق است، مثل رنگ چشای مهربونه. که کیرم به کونت مشکی رنگش ها؟ پس هنوز سرخی کاسو ندیدی. سوال بعدی، آن چیز که دادنش سخت بود، 3 حرف داره آخرش هم نون داره. این دیگر مسلماً کون است. نه خیر، جون است. کون که سختی نداره، خرجش تاف خیلیه در قالت. اینا رو که ریدین، اما اگه بتونین با دست زبونتون رو بگیرین و بگین کفش ننم سیاهه قبول میشه. کف من سیاه